برای اولین بار در تاریخ 1400 ساله دین اسلام در دوام ماه شریف رمضان درهای دو مسجد مقدسترین مسلمانان المسجد الحرام مکه و المسجد النبوی مدینه بسته خواهند بود. در این دوره فقط خادمان همین مسجدها و از جمله افسران امنیتی و پاککاران امکان خواهند داشت در داخل مسجدهای یاد شده نماز خوانند. روز پنجشنبه در عرفه ماه شریف رمضان تلویزیون عربستان سعودی نماز در مسجد الحرام را نمایش داد. عربستان سعودی 24 اپریل را روز اول روزه اعلام کرده است. شیخ عبدالرحمن السدیسی از مسلمانان دعوت کرد در طاعت و عبادت ماه رمضان دعا کنند که اهل عالم سرایت کرونا ویروس را پشت سر کند. ماه مبارک رمضان در زمان آمد که اهل عالم با بحران خطرناک پاندمی کرونا ویروس مواجه است. بدون شک این بهترین امکان دعا می باشد که الله مردم را از وبا خلاص کند. ولا شك انها فرصة ان يبتهل العباد الى الله بالدعاء. در ابتدای ماه مارس عربستان سعودی ادای نماز در مسجد الحرام مکه و مسجد نبوی مدینه را متوقف کرد. تا هنوز معلوم نیست که در ماه ایول مراسم حج چگونه دایر خواهد شد و آیا عربستان سعودی به قبول زائران خارجی حاضر خواهد شد یا نه.